خواب است، مادرت خواب است، اهل عیالت خواب است. گوییم که از یک اولاد تو شاید تا 3 4 5 نفر باشد. آیا به هر کدام همین دعای الهی کنیم یا که یک دعا بس است؟ یک دعا برای همه اونها کفایت میکند. ما شما همین یک دعایی که یا طلب مغفرتی که برای این اهل عیال خود و اهل اولاد خود میکنیم، برای همه او انشاءالله کفایت کننده است. شرط نیست سری هر گوری اونها ده ما و شما نشسته جدا جدا دعا و مغفرت کنیم. دوم، پیشتر هنگام گذشتن برادر کلانی زن او را به برادری بیزن یا زندار بعد نکاح کرده با زنی میدادند. آیا این عمل و رفتار درست است یا نه؟ چی میشود که این را شرح و ایضاح میدادید؟ اگر برادر میگذرد زن او در خانه گویم وقتی به شوهر میماند، آیا همون را گویم برادر دیگرش یا دادر او گرفته میتواند نمیتواند؟ بعضی ها میگویند که اکم میتواند و دادر نمیتواند. این گفته مردم است، لیکن همه او میتواند. وقتی که مثال همون برادری که از ما و شما از خانه گذشت، وقتی که زنی که گویم تا دوره های برادرمان ینگه من بود، لیکن وقتی برادرمان که گذشت او دیگر ینگه ما و شما نیست. خب دیگر او در این زمان رخصت است که اینم شریعت به خاطر همون فرزندایی که از او باقی مانده است که سرسان و سرگردان نشوند، گویم باعث تشویش و باعث گویم که باز در یک حالتهای وزنین دوچار شدن همین زن نشود، همین رخصت دادن که برادری چی کلانیش باشد چی خوردیش باشد نکاح کرده گیرد درست است. یگان جای زلال زیان ندارد. این در نظر شاید بعضی آدمان ناخوب تابد، لیکن این مسئله شریعتی است برادر عزیز. البته شریعت خدا و حبیب او از ما و شما بهتر و خوبتر میدانند. برای همین این مسئله در هیچ کدام ما و شما شک و شبهه نداشته باشیم. هر یک گوییم که برادری که زنش میگذرد، کدام برادری که خواهد او را به خاطر فرزنداش میتواند، به خاطر فرزنداش هم که اگر خواهد گیرد حق دارد. درست است در شریعت. برادری دارم که بیش از 20 سال باز کسلی روحی می باشد و چند بار در کسلخانه روحی خوابید. ملا و طبیب های گوناگون دعا خواندند ولی تا حال شفا نیافته است. باز بیش در بیش فقط پپیراس می کشد. بارها زاری و تولا کردیم که پپیراس را نکشید، باز می کشد. خب 2 بار در نماز جمعه آوردمش، یک قدر خوب شد ولی دیگر نه آمد. چی باید کرد که شفا یابد؟ با احترام مخلص شما از توگرک. یعنی البته اون کسلی های روحی که وجود دارند اونها در این نماز جماعت اشتراک کردن نمیتونند، به خاطری که اونها که جن دارند یکی از ضربه های سخت‌ترین به سر جن ها این نماز با جماعت است. اگر کدام ما و شما پایبند نماز با جماعت باشیم، هیچ وقت ما و شما کسل روحی نمیشویم. یکی از ضربه های وزبینه که به سر جن ها می آید این چی است؟ انا همین نماز با جماعت، حضور در نماز با جماعت است. به این خاطر این 1 بار یا 2 بار آمد دیگر جن ها ایرا نمی مانند که این در نماز جمعه اشتراک کند. فقط اینا می توانند این برادرهایی که اینجا حاضر مولانا مشهور آدم است در خواندن گویم علیه جن ها، اینجا با یک قسم برادرهای دیگر هم وجود دارند که علیه جن ها میخوانند. شما مراجعت کنین، انشاءالله من برای شما اینها را توصیه میدهم. خدا خواسته باشد شفا را البته به این فرزندی تو باشد، برادری تو باشد، خدا نصیب میکند. السلام علیکم داملای شیرین زبان. خدا زبان شما را باز هم شیرین‌تر و برا گرداند. ما یک سوال مصلحت آمیز دارم، التماس همین روز جواب گویید. برای آن که من از راه دور آمدم دیگر آمدن نمی توانم. ایره یک مادر جمعه گذشته نویسانده بود است. ما که دیگر گوییم که وقت ها ممکن نشد جوابش نگردانیدیم. خیلی شاید که این مادر الحال نباشد، لیکن جوابش میگردانیم شاید که به گوشی ویم رسد. از راه دور آمدم دیگر آمدن نمی توانم. من مادر 6 فرزند با سببهای زندگی خانه با شوهرم جنجال خوردیم. 1 سال باز قهری و همخوابه نیستیم. شوهرم با من میگوید که نمازهای خوانده تو
نزد خدا قبول نیست و اگر از دنیا گذری من که از شما راضی نیستم، شما را بی جنازه میگرانم. اگر گپ‌هایش راست باشد من چیکار کنم؟ التماس به من گویید که چیکار کنم. التماس همین روز جواب گویید. با احترام مخلصی دوستدار شما از اوچسکه تاسقلعی کلخازی لیلین. این مادرم آدم دیندار بوده است که گوییم که بعد این قدر جنگ و جنجال باز شاید پشیمان شده باشد و خواست است که عاقبتش آباد باشد. 1 سال هست که با شوهر خود جنجال دارم، هم خوابه نیستم. خب این شوهر از من راضی نباشد، گوری من چگونه باشد، قیامت من چگونه باشد. گفته از ما مصلحت طلب کردن. برادرای خیلی عزیز و خیلی گرامی، اینجا در سوال ها در این باب خیلی زیاد. من 3-4 سوال فقط مخصوص شکایت مردها از زنها هست که اطراف این برای ما چی مصلحت میدهی؟ حبیب خدا در حدیثای مبارک میفرماید ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض دخلت الجنه. ببین خیلی با دقت باشین. میتوانین این سخنها را به مادرها و به زنها و به خواهرها و به ینگه هایی که در خانه دارین رفته رسانین. حبیب خدا فرموده ایستاده است کدام زنی که پیش از شوهر جان به حق تسلیم میکند، پیش از شوهر از این دنیا میگذرد، ایما امرأة ماتت و زوجها عنها راض. حبیب خدا میگوید لیکن شوهر این زن از این زن بسیار راضی است. به تقدیر الهی جان به حق تسلیم کرده است، لیکن شوهر بسیار غمگین است. به خاطر چی غمگین است؟ به خاطر که این زنی بود که زنی گویم فرمان بردار بود، زنی بود که همیشه در خدمت مرد قائم بود، همیشه سخن مرد برای خود گویم که یک قرار، یک حکم قرار میداد. با این خاطر این مرد که دوستش می داشت برای رفتن این زن، برای گویم مردن این زن، این شوهر که غمگین است و راضی از این زن است، حبیب خدا گفتن 8 در جنت منتظر این زن است. 8 در جنت. هر دری ببین شما در خانه ها دارین، 4 خانه ها دارین، 5 خانه ها دارین. هر خانه تو اینش از اینش دیگرگون است، اینش از اینش زیباتر است. جنت هم همچنان است. هر دری او به خودش باز کوشک‌های جدا دارد، هر کدام او به خودش خوراک‌های الهیده دارد، هر کدام او به خودش راحت‌های گوناگون دارد. حبیب خدا میگوید همه این درها منتظر همون زنی هست که شوهر از او اگر راضی باشد. لیکن اگر شوهر راضی نباشد چی؟ حبیب خدا گفتن لا تؤذی امرأة زوجها فی الدنیا الا قالت له زوجته من الحور العین لا تؤذیه قاتلك الله فانما هو عندك دخیل یوشک ان یفارقك الینا. حبیب خدا گفتن وقتی که زن در دنیا مرد آزار میدهد، گویم با بالای مرد فرمان میدهد، سخنهای گویم بلند میگوید، به اجازت شوهر هر کاری را که خواهد انجام میدهد، بالای شوهر گویم قواق دارد، خوب قبول نمیکند شوهر. حبیب خدا گفتن که به جانب این زنهای دنیایی آن حورهایی که منتظر و این زنهایی که به شوهرها فرمانبرداری نمی کنند، آزار می دهند، حورهای جنتی
به جانب این زنهای دنیا از جنت صدا میدهند، میگویند. وقتی میبینند مرد خیلی گویم در حالت ناخوب قرار دارد، خیلی گویم خسته شده است از حساب این زن بدفعل، حورهای جنتی چی میگفتند؟ لا تؤذی قاتلک الله. ای زن دنیایی، این شوهر آزار نته، خدا تو را هلاک کند. قاتلک الله، خدا تو را قتل کند. فانما هو عندك دخیل، یقین دان که این مردها در پیش شما موقت هستند، اینا در نزد شما مهمان هستند. یوشک ان یفارقک الینا، زود است که این شوهرهای شما نزد ما می آیند، زود است. این گویم یک ندای، یک فریاد از جانب حورهای جنتی نسبت همون زنهای می شود که در دنیا شوهرها را آزار می دهند. شوهرها از اونا ناراضی هستند، میگوید من از همین زن خود راضی نیستم. وقتی که راضی نباشد والله که تو را عبادت ها دیگر فایدت نمی کند. اگر شبان روزن عبادت داشته باشی، در برابر این اگر شوهر از تو راضی نباشد، حدیث ها و آیت های بیشمار دلیل های وجود دارد که عبادت ها در نزد خدا قدر و قیمت ندارد. لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها تعظیما لحقه. حبیب خدا میگوید آدم سجده کردن جایز نیست. ببین ما و شما سبحان ربی الاعلا گفته پیشانی ها ما خدا را سجده میکنیم، انا همین گونه سجده برای آدم جایز نیست. اگر پیش یک آدم کارمان افتاد، یا که گویم که در پیش یک آدم ما و شما یگان مسئله در متهم مانیم، در پیش پای او غلطیدگی آدم تعظیم کرد، این در نزد شریعت حرام است، این جایز نیست. لیکن حبیب خدا میگوید اگر آدم سجده کردن درست میشد، هر آینه امر میکردم اینکه زنها شوهرهاشون سجده کنند، زنها شوهرها را سجده کنند تعظیما لحقه، از حساب بزرگی که خدا این حق بالای شوهرها داده است. افسوس که اگر این مادرای ما چرا پیروی زن حضرت زبیر نمیشوند، این مادرای ما چرا پیروی زن حضرت ایوب نمیشوند که حضرت ایوب بعض روایات تا 14 و تا 16 سال بالای تخت سنگ خواب بود، رحمه عائلش خدمتش میکرد. ببین تا 14 تا 15 ساله حضرت ایوب بالای یک تخت سنگ، وجود حضرت همه درمند، رحمه او را خدمت میکرد. امروز من باوری دارم که از حساب بعض زنهایی که گویم که معرفت و خدا ترسی ندارند، شاید یک ماه طاقت نگاه و بین شوهرها نداشته باشند، یک ماه. حالا که باید این گویم که این زنهای جامعه ما و شما پیرو اینها شود تا که آخرت چون آباد شود. حضرت زبیر زنی داشت، اما شما شاید این قصه را شنیده باشین، به نام ام سلیم بود. ام سلیم مادر انس، بسیار زن دیندار بود، بسیار وقتی که خبر موت شوهر ام سلیم را ابو طلحه شنید، ابو طلحه وقتی که شنید بسیار خرسند شد که شوهر ام سلیم از دنیا گذشت. به خاطر چی خرسند شد؟ به خاطر که ام سلیم بسیار زن آلفته و بسیار زن زیبا و بسیار زن دیندار بود. و ابو طلحه که یکی از مردهای خیلی با دولت بود، در حال گفت من الحال خواستگاری می روم و یقین می دانم که من دولت زیاد دارم، ام سلیم این پیشنهاد مرا رد نمی کند. لیکن وقتی که به خاندان ام سلیم در آمد و ام سلیم از او پرسید باعث چی خانه من مهمان شدی؟ گفت میخواهم تو را در نکاح خود درآورم. گفت تو نمیدانی که نکاح مسلمان با کافر درست نمی شود؟ اون زمان ابو طلحه ایمان نآورده بود. ابو طلحه میگوید فکر کردم که شاید که پول میخواهد، مال میخواهد،
گفتم من از زرد و سفید بسیار دارم، یعنی مقصد از زرد و سفید طلا و نقره زیاد دارم. سلیم گفت که من برای طلای تو و برای نقره تو هیچ حاجتی ندارم، لیکن فقط پیشنهاد دارم که در بدل مهری که برای من نصیب میگردانی اسلام بیار، همینش برای من کفایت میکند، برای من مهر ندی. وقتی که ابو طلحه دید که هیچ علاج ندارد، اسلام آورد. گو با دستی که اسلام میارم؟ گو با دستی خودی من. بگو لا اله الا الله محمد رسول الله. ابو طلحه وقتی میگوید این کلمه را عرضه کردم و با این سلیم گوییم که خانداری میکردیم، یک جای حیات بسر میبردیم، از او فرزند تولد شد به نام ابو عمیر. ببین بسیار دوست رویک بود بگوید. حتی حبیب خدا با این طفل در کتاب میگوید که حتی بازی هم میکرد. بار همین طفل من قصه را کوتاه میگویم. همین طفل وقتی از دنیا گذشت، ابو طلحه که آدم روزدار بود، سلیم تا بگاه آمدن شوهر همین کودک چیکار کرد؟ میگوید شست و کفن کرد، در خانه دیگر برده گذاشت. وقتی که ابو طلحه آمد از فرزند پرسید، گفت کمی بیتاب است. گفت کمی بیتاب است، لیکن الحال خیلی حالتش خوب شده گیز. گفت دسترخوان پرتاب میگوید ابو طلحه را از آب و آن چیزی که در خانه داشت همش آماده کرد، برای او تیار کرد. وقتی خوراک خوردن، شب میگوید همین سلیم با همین ابو طلحه باز خانه‌داری کرد. از قسم سحر گفت ای ابو طلحه، گفت اگر یک شخص در نزد ما تو یک چیز را عاریت آمده گذارد، آیا همون چیزی همون پس گرداندن به ما و شما ضرور است؟ پس گفت بله البته، آن چیزی که از دیگر نفر است از حق ما و شما نیست. گفت یقین دان که همون ابو عمیر امشب جان به حق تسلیم کرده بود. حضرت ابو طلحه در حیرت ماندند، آخر چرا مرا خبر نکردی؟ اینقدر ناز و ضیافتی که بهر من کردی، با همراهی من باز خانه‌داری کردی. سلیم در جواب گفتند تو روزدار بودی، اگر من این خبر مصیبت به تو میرسانیدم، هر آینه تو از این آب نان نمیخوردی، شاید که در وجود تو یگان خستگی و درمندی پیدا میشد. وقتی که میگوید ابو طلحه این گویم قصه را نزد حبیب خدا گفت، حبیب خدا دست برداشت و گفت خدا در این شبی که شما خانه‌داری کردین خدا فیض نصیب کند. گفته دعا کردن. صحابه هایی که بعد حبیب خدا ابو طلحه را دیدن، میگوید از این زن 10 فرزند تولد شد که همگی حافظ قرآن بودند. به خاطر چی؟ به خاطر که این زنها خدمت در شوهر میکردند. و الا اگر از خدمت امروز گویم زنهایی که دور هستند، شوهرها از اونا ناراضی هستند، یقین دانند که باور کنین عاقبت خوب ندارند. اونا حتی اگر گویم کدام انسانی که اونا را جنازه شخواند، جنازه میخواندگی اونها را جنت نمیبرد. دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن از زنی بد خدایا پناه. امروز زنای حسالی در ما شکایت آمده است در اینجا که در باب حتی گویم یک برادر از ما سوال کرده است که اگر در نکاح ریش نداشته باشی آیا نکاح درست می شود یا نمی شود؟ میلش این مسئله اونقدر مسئله گویم که ریش در نکاح اونقدر مسئله مهم نیست، لیکن امروز چندین برادرها را که مثال ماها چی در اینجا و چی بیرون از شهر وقتی که با او ملاقات میکنیم و مثال میبینیم با یک سین و سال و یا گویم که مثال یکی از سنت های پیغمبر خدا را میخواهد بیدار کند، عائله هاشون نمیمانند که اینها ریش بگذارند. ببین عائله ها نمیخواهند که فرمان خدا و فرمان پیغمبر خدا چیکار شود؟ اجرا شود. الله در قرآن ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخره واعد لهم عذابا مهینا. خدا میگوید کسی که در دنیا مرا آزار میدهد، حبیب خدا میگوید کسی که حبیب خدا را در دنیا آزار میدهد یقین داند که لعنت من بالای اوست. آزار دادن خدا و پیغمبر چیست؟ فرمان او را اجرا نکردن است. علیه آیت قرآن و احادیث های رسول اکرم برآمد کردن میگوین این آزار دادن خدا و آزار دادن پیغمبر خداست. پس آیا ما و شما از کجا طاقت عذاب خدا را داریم؟ دلارام باشد زنی نیکخواه، ولیکن از زنی بد خدایا پناه. حضرت سعدی هم گفتند
آدمی گفتن زنی نیکخواه، گفتن دلارام است. اگر زنی نیکخواه باشد، زنی گویم که با عبادت باشد، زنی باشد که با قدر شوهر میرسیدگی باشد، شوهر از او راضی است، این زن زن دلارام میگن. این دلی همون مرد آرام کننده است. ولیکن از زنی بد خدایا پناه. لیکن حضرت گفتن خدایا اگر در تقدیر من همین زنی بد باشد، خدایا از همین زنی بد به سوی تو پناه طلب میکنم. تیهی پای رفتن به از کفش تنگ، بلای سفر به که در خانه جنگ. حضرت میگوید تیهی پای رفتن به از کفش تنگ. اگر همین کفش ها، همین پتینکه هایی که گویم در پای ما تنگ هستند و پای ما و شما را آزار میدهند، ببین تیهی پای رفتن به از کفش تنگ. از این گونه پتینکه را پوشیدن در پای لیج رفتن بهتر است. گفتند بلای سفر به که در خانه جنگ. سفر همه وقت مشقت دارد، عذاب دارد، لیکن حضرت گفتن انا همون بلای سفر من برای خود اختیار میکنم زمانی که در خانه اگر من در پیش زن خود قدر نداشته باشم، اگر زن مرا در خانه احترام نکند، برای من همون بلای سفر و عذاب سفر برای من بهتر است. گفتن ببین، یعنی از این گونه زنی که انسان دارد که همیشه در گویم که آزار او روبرو هست، حضرت گفتن از این در نبودن اون زن بهتر است، نداشتنش بهتر است. به زندان قاضی گرفتار و به که در خانه بینی در ابرو گیره. حضرت گفتن زندان قاضی گفتن خیلی گفتن خوب است برای آن کسی که اگر در خانه زنی دارد که همیشه قواق دارد، هیچ وقت چهره کشاده ندارد، مرد خوب قبول نمی کند. ولی بین بعضی زنای خدا ترسی هست که خدا رحمت کند، شوهر دیدن را تبسم میکنند، شوهر استقبال میگیرند، دستای شوهرها را بوسه میکنند. لیکن بعضی زنهای دیگر هست که شوهر دیدن برابر وجود او دیگرگون میشود، قواق در وجود او پیدا میشود. انا حضرت همون را گفتن به زندان قاضی گرفتار و به که در خانه بینی در ابرو گیری. سفر عید باشد بر آن کت خدای که بانوی زیشتش بود در سرای. گفته است برای آدمی که بانوی زیشت دارد، برای